مردم‌های کشورهای اروپایی که دین متفاوتی نسبت به ما دارن، ایرادهای متعددی از دین ما میگیرن و هم کتاب آسمانی و هم شریعت ما رو بارها و بارهاست که زیر سوال میبرن. چند تا از رسوایی هایی که به قول خودشون واسه دین اسلام مطرح کردن عبارتند از این که دین اسلام دین کشته کشتار هست و در هیچ دینی پیامبر اون هیچ وقت دستور به قتل شخص یا جمعی رو صادر نکرده و فقط حضرت محمد پیامبر دین اسلام بوده که جنگجو و اهل خونریزی بوده که این خصوصیات اصلاً شبیه باقی پیامبرهای خدا نیست. مورد دیگه اینه که اونا میگن در قرآن هیچ حرفی راجع به بارش برف زده نشده و این نشون دهنده اینه که قرآن به حضرت محمد نه وحی شده و نه نازل شده، بلکه تنها دستنوشته های خودش هست. چرا که حضرت محمد در عربستان بوده و اونجا خبری از برف نیست، پس تنها چیزایی رو که به چشمش اومده نوشته. اما اگر پیامبر بود و به او قرآن نازل شده بود، در قرآن باید راجب برف هم صحبت میشد، چون راجب بارون و غیره تو قرآن صحبت شده. بینندگان عزیز، لطفاً خونسرد باشید که جواب این سوالها و توهینها رو در ادامه ویدیو خواهیم داشت. و در نهایت آخرین شکایت که میگن تمام داستان دین اسلام چیزی بیش از جنگ و رقابت چند تا پسرعمو و فامیل نیست. دوستان خوبم، در اینجا به جواب این سوالها رسیدگی و در انتها یه سری نکات علمی فیزیکی رو مطرح میکنیم که اسلام رو کاملا تایید میکنن. حضرت محمد توی نقطه خاص در بین اعراب به رسالت رسید. متاسفانه در جامعه اعراب اون زمان زور و قدرت حرف اولو میزد و هر کی به قدرت میرسید هر کاری که دلش میخواست میکرد. حاکمان میخواستن با هر زنی، حتی زنهای شوهردار، بخوابن و حتی بعد از بارها نزدیکی با افراد مختلف نظافت شخصیشون رو هم رعایت نکنن. پس حضرت محمد غسل کردن رو بهشون یاد داد. اونا میخواستن با زنهای سربازهای بازنگشته از جنگ بخوابن، پس حضرت محمد صیغه کردن، گشنه نگه نداشتن و ایجاد عدالت بین همسران رو یاد داد. حاکمان میخواستن خر خودشون رو برونن و حضرت محمد برای عشق و حالای زورگویانشون یه تهدید بود. پس حضرت محمد مجبور بود خودشو به مقامی برسونه که با مردم اهل زور با زور صحبت کنه. گفتن حرفی از برف نبوده، چون حضرت محمد تو عربستان بوده. پس چطور از دو دریایی که رنگ متفاوتی از هم دارن اما با هم ترکیب نمیشن در قرآن بحث شده، در صورتی که اون دریاها هم در عربستان نیستن؟ حضرت عیسی در جامعه‌ای به رسالت رسید که تنها از محبت کردن و دروغ نگفتن حرف زدن برای مردمش کافی بود، چون اونا تا حدودی به بلوغ فکری رسیده بودن و نیازی نبود که راجع به غسل کردن و چند همسری باهاشون حرف زد، چون هم حمام میرفتن و هم برای خودشون فقط یه همسر انتخاب میکردن. اما حضرت محمد تو جامعه‌ای به رسالت رسید که حاکمانش حتی با عمه و خواهران خود نزدیکی میکردن. خب مسلماً آدم با یه آدم بالغ یه جور حرف میزنه، با یه بچه 2 ساله هم یه جور دیگه. حضرت محمد مثل یه معلم بود که توی یه کلاس که همه دانش آموزانش یاغی بودن و نمراتشون همه 0 بود، اون تونست 0 رو به 10 برسونه. اما حضرت عیسی یه کلاس رو به نمره 20 رسوند که اونا قبل از اون خودشون تا نمره 15 رسیده بودن و درک و شعور کافی رو داشتن. هر دو پیامبر زحمت‌ها و سختی‌های متعدد کشیدن، پس نباید یه عده بگن که حرفای یکیشون نادرست بوده، چون این اشتباه بزرگیه. یادتون میاد بزرگتران میگفتن گناه نکنید چون ملکه ها همشون رو ضبط میکنن و در اون دنیا توی لحظه همه زندگیمون رو نشونمون میدن، و یا میگن که وقتی بری اون دنیا دوباره جوون میشی و تا ابد جوون میمونی.
علم فیزیک با خطوط مکان زمان ثابت کرده که سیاره هایی هستند که با حضور در آنها به هیچ وجه پیر نمیشی، چون زمان اونجا خیلی زودتر و یا خیلی دیرتر از اینجا میگذره. حالا با خودتون میگید که این رو ذاتاً میدونستیم و چیز عجیبی به نظر نمیاد، اما چیز عجیب اینه که اسلام 1500 سال پیش راجع به اینا صحبت کرده و حتی هنوز 100 سال هم از مرگ انیشتین پادشاه علم فیزیک نمیگذره. پس شما رو به خدا و خدا رو به قلب‌هاتون میسپارم. دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.